میهن من مامنم توی گلشنم، مهر در وجودم تو ای مسکنم، جان من فدای خاک تو ای وطن روح و تن، ای وطن ای وطن ای وطن، جان من جان من جان من، ای وطن ای وطن ای وطن، جان من. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و درود خدمت تمام شما ورزش دوستان عزیز در سرزمینم افغانستان. امیدوارم هر کجایی از این سرزمین مقدس و پهناور که هستید خوب و سرحال و پرنشاط و پر انرژی پای گیرنده های تلویزیونتان نشسته باشید و شاهد اولین دوره رقابت های مبارزات آزاد سازمان SFN هستید. قرار است امروز 9 جور از بهترین چهره های مبارزات آزاد کشور در اوزان مختلف رو برای هم قرار بگیرن. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید، از مسابقات جذاب امروزی لذت کافی را ببرید. در نخست از قاری صاحب محترم محمد آرون عیار خواهش می‌کنم تا تشریف بیارن و با تلاوت چند آیات از کلام الله مجید برنامه امروزمان را رسما آغاز کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا رحمن. ممنون از قاری صاحب محمد آرون عیار. بیننده های عزیز به احترام سرود ملی کشور عزیزم افغانستان به پا می‌ایستیم. Oh
خیلی تشکر. تشریف آوری ورزش دوستان عزیز را به سلام شبکه ورزشی سه خیر مقدم عرض می‌کنم. ورزش ابزاری است برای از بین بردن دیوارها و کنار هم نشاندن ملت‌ها و حال از محترم جان محمد جهت رئیس سازمان SFN خواهش می‌کنم تا تشریف بیارن و در مورد چگونگی برگزاری رقابت‌های امروزی صحبت‌هایی را داشته باشند. آقای جان محمد جهت. بیارشم. به نام یاد خدا، سلام و درود بر روح پاک شهدا. من سلام عرض ادب دارم خدمت تمام جوانای فریخته، قهرمانای با استعداد کشور و اساتیدی که امروز واقعیت زحمت میکشن تا بتوانند که اینها یک الگویی باشن که در تمام افغانستان خودشان به مردم به جهانیان نشان بده که یعنی ما هم دوست هم برابر یک برادر هستیم. و امروز خوشحال هستیم که یک تن از قهرمانان ما، مهمان ویژه ما قاری صاحب رحمت الله یوسف زی تشریف آورده. یک کف بلند به قاری صاحب یوسف زی، قهرمانان MMA افغانستان، و خیری صاحب یک تن از مربیای خیلی برجسته افغانستان. یک کف بلند به خیری صاحب. و سمی جان رحیمی، یک کف به سمی جان رحیمی هم زنیم. قهرمان سمی. استاد بین اینجا. استاد بین. قهرمانان عزیز، خواستم که ما برنامه را براتون برنامه ریزی بکنیم، یعنی که ما مسابقه را خواستیم که جور بکنیم به خاطر استعدادهای جوانا و به خاطر رشد ترقی جوانای افغانستان. و امروز ما شاهد ازی هستیم که سالها عمر خود ما وقف صرف تمرین نمودیم به خاطر از که ما بتوانیم خدمت صادقانه به خاطر ورزش به خاطر جوانای افغانستان بکنیم. و خواستیم که یک سازمان معتبر، یک سازمانی که امروز در سطح جهان معتبر و پیشرفت است، ما خواستیم در سطح افغانستان رو ایجاد بکنیم و بتوانیم که چهره های برتر قهرمان جوان افغانستان ما را به نمایان به کشورهای آسیا نشان بدیم. امروز خوشبختانه قهرمانای ما که اینجا تشریف آوردن، باز هم یک بار دیگر ما تشریف آوری قاری صاحب رحمت الله یوسف زی، قهرمان MMA که در سازمان بریف در شهر دبی مسابقه کرد، توانست که حریف شب به راوند اول نیکاوت کرد. باز هم این پیروزی را برش من صمیم قلبش تبریک میگم. و خیری صاحب و سمی جان که واقعا قهرمانان هستند که به خاطر پرچم افغانستان آنها میره میرزمن و افتخار کسب میکنن تا بتوانند که یک افتخار خوب به افغانستان یا در افغانستان بیارن. و دویم از که این سازمان را ایجاد کردیم به خاطر از شما جوانا رشد بکنین و بتونین که ثبت‌های که شیرداک کسایی که در سازمان در افغانستان ببینید که چقدر ثبت هاست، چقدر سازمان هاست. ای کاش که اینها بتونن که ثبت‌های قهرمانای ما را ثبت‌های شیرداک، ثبت‌های جهانی بسازن. چی بوکس باشه و چی کیک بوکس باشه، چی ورزش‌های رسمی دیگر باشن که قهرمانای ما ثبت‌های جهانی شن، که اینها چهره برتر باشن در کشورهای آسیا و اروپا، که اینها را قهرمانای اروپا هم بشناسن به صفت یک قهرمان. امروز واقعیت ما توانستیم که یکی از جوانای فال و جوانای نخبه ما که احمد خالد کریمی، معاون فنی این سازمان که ثبت شیرداک هم با دسترسش هست، انشاءالله دسترس افغانستان ثبت میکنه، دیگه افتخار تمام افغانستان است. و ما این ثبت به خاطر میکنیم که یک قهرمانی که امروز مبارزه میکنه، تلاش میکنه، شبها روزها زحمت میکشن که یک ثبت نداشته باشن، پس ما نمیتونیم که اونها را یک قهرمان خطاب بکنیم. پس به این لحاظ ما توانستیم که دور اول مبارزات سازمان SFN را دایر بکنیم تا بتوانیم که قهرمانای ما تشویق شن، تا بتوانیم که اینها به یک روحیه خیلی عالی در کشورهای آسیا و اروپا برسند، مثل یوسف زی باریم.
و جای بس خوشی است که امروز مهمانای ما که تشریف آوردن جناب نورزاد صاحب است و روح الله جان که یکی از جوانای جامعه مدنی کابل که خیلی جوان فعال، جوان برجسته ما هستند، واقعا در هر سه فعالان مدنی خدمت کردن و نورزاد صاحب در این مسابقه با ما به خاطر تامین امنیتش خیلی همکاری کردن و مشاور ارشد سازمان ما هم است نورزاد صاحب. دیگه من قلبا سپاسگزاری میکنم، من مدیون احسان نیک اینها هستم و بازم من تشکر میکنم از تمام شما قهرمانا، از تمام شما جوانایی که واقعا زحمت کشیدین امروز تشریف آوردین و من از یک برادر کوچکتان خواهش از شما میکنم که نظمتان مراعات بکنین. این مسابقه به خاطر شماست که ما بتونیم که چهره های برتر ما شناسایی بکنیم. امروز واقعیت کاری که ما کردیم امروز قفس ما برای شما آوردیم که شما مبارزه بکنین، که شما بتونین که سایت های جهانی با ای که داخل رنگ مبارزه میکنین، سایت های جهانی همیشه چک میکنه که باید قفس بسیار معتبر از BMMA. اما ما امیر خواستیم به خاطر رضای دل خودتان که ما امیر باید قفس جور بکنیم که شما بیاین مبارزه بکنین. بازم من تشکر میکنم از شبکه تیری اسپورت و همچو مسابقه را برگزار میکنم و به خاطر رشد جوانای افغانستان زحمت فراوان میکشن. باز هم یک کف بلند به قهرمان قاری صاحب رحمت الله یوسف زاده، یک کف بلند. از استاد خیری صاحب باز هم تشکر میکنم که در برنامه ما تشریف آوردن. ما باز هم قلبا سپاسگزاری میکنم، مدیون احسانشان هستم. تشکر. و قهرمان سمی جان که امروز دوام امروز قاری صاحب آمدن، یک جان سپاس که امروز واقعا به خاطر مسابقه ما از جاهای از کشورهای خیلی دور آمدن. تشکر از تشریف آوریشان. سلامت باشین. سپاس از آقای جهید رئیس سازمان SFN. بیننده های عزیز رفت و برگشت خیلی کوتاه داریم، دوباره برخواهیم گشت با آغاز جذاب ترین مسابقات.